بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات خدمت تمام شاگردان نهایت عزیز، خصوصا شاگردان و فارغین مکاتب و لیسه ها که قرار است در سال 13403 شامل امتحان کنکور شوند. یک ویدیوی راهنمودی یا راهنمایی به خاطر راهنمایی هرچه بیشتر از شاگردا از طرف اداره ملی امتحانات امارات اسلامی افغانستان در نظر گرفته شده که تمام مراحل امتحان کنکور از شروع تا ختم و در جریان امتحان، پیش از امتحان و بعد از امتحان مختصرا روی این پرزنتیشن برای شما تشریح خواهد شد تا هموطنان ما و شاگردان عزیز ما بتوانند یک کنکور عالی و موفق و شفاف و خوبتر داشته باشند و بتوانند بر رشته‌های دلخواه خود کامیاب شوند. امیدوار هستیم راهنمایی هایی که در این سلاید یا در این پرزنتیشن برای شما تشریح میشه در حین امتحانات کنکور او را در نظر داشته باشین. اولی که امتحان کنکور یک امتحان پروسه رقابتی است که همه ساله از فارغین مکاتب در سراسر افغانستان در 3 یا 4 دور در کابل و تمام ولایات افغانستان گرفته میشه و نتایجشان اعلان میشه و اینا به پانتونها و رشته های دلخواهشان معرفی میشه. یعنی امتحان کنکور یک امتحان گروپی جمعی و امتحان رقابتی است که از طریق اداره ملی امتحانات توسط کادرهای متخصص ورزیده در بخش علمی، تکنیکی و مسلکی در وقت معینش اخذ می شود و تمام پروسه از طریق یک مکانیزم بسیار منظم و شفاف و دیجیتالایز و از طریق ماشینری یا کامپیوتر و تکنیکی اجرا می شود و نتایج اعلان میشه. امتحانات کنکور طبعا یک سلسله اصول و مقررات داره که مطابق به قوانین و لوایح نافذه کشور و نظام یک داوطلب یا یک کسی که از صنف 12 فارغ میشه میتونه که در 3 بار امتحان کنکور اشتراک بکنه. البته اگر یک کسی بار اول در امتحان کنکور اشتراک میکنه کامیاب میشه در یک از رشته ها و نمیخواد که رشته را ادامه بده، پروسش قسمی است که اینا باید منفکی خود اخذ بکنه و پروسه دومیشی است که اگر این فرد کامیاب شده در پانتونها و دیپارتمنت های مختلف تا 20 روز از اعلان ثبت نام در پانتون مربوطه اگر مراجعه نکنه و ثبت نام نکنه به صورت اتوماتی منفک میشه و منفکیش مکتوبش به وزارت تحصیلات عالی و اداره ملی امتحانات مواصلت میکنه و مکتوبش میآید. در غیر از او کسایی که بر رشته های دلخواه کامیاب میشن و نمیخواین بر رشته‌ای که کامیاب میشه و نمیخواد که ادامه بده باید اونا منفکی خود اخذ کنه و قبل از امتحان سال بعدی اسناد و شواهد منفکیش از طریق وزارت تحصیلات عالی به اداره ملی امتحانات تسلیم کند. مسئله که در امتحان کنکور به نهادهای تحصیلی کامیاب میشه و از طرف اداره ملی امتحانات معرفی میشه به پانتونها و پنزایها و دیپارتمنت های مربوطه. زمانی که وزارت تحصیلات عالی و پانتونها ثبت نام اعلان میکنه تا 20 روز اینا باید مراجعه بکنن و مراحل ثبت نام خود بر اساس نتایج کنکور در پانتونها و دیپارتمنت های مربوطه ثبت بکنن. در غیر از او اگر مراجعه نبکنن اینا از پانتون منفک میشن و مکتوب منفکیشان به وزارت تحصیلات عالی و اداره ملی امتحانات ارسال میشه. امتحانات کنکور همونطور که شاگردای عزیز معلومات دارن ما به صورت عموم 4 نوع امتحانات کنکور داریم، البته برای فارغین صنف 12 و بر علاوه از انواع امتحانات دیگه هم است که امتحانات برنامه‌های ماستری است، برنامه‌های پروسه های رقابتی استخدام کارمندان و مامورین و متخصصین است، او مربوط به فارغین 12 نمیشه. برای فارغین 12 ما 4 نوع امتحان کنکور داریم که اولش امتحان کنکور عمومی روزانه است که از تمام مکاتب فارغین همه ساله در اشتراک میکنن و با پنزایهای روزانه در پانتونهای مرکز و ولایات کامیاب میشن به رشته‌هایشان. دوم امتحان کنکور شبانه است. این هم فارغین صنف 12 میتونن در امتحان شبانه هم اشتراک بکنن و پنزایها و دیپارتمنت هایی که بخش شبانه داره که البته درس‌های از او بعد از ساعت 4 بجه این آغاز میشه تا ساعت 7 و 8 شب ادامه پیدا میکنه. این در پنزایهای شبانه جداگانه امتحان داریم. بخش سوم هم امتحان کنکور مدارس دینی است که این امتحان هم
همونطور که شاگردای عزیز معلومات دارن، ما در سراسر افغانستان در چوکات وزارت معارف مدارس دینی هم داریم که اونا از صنف 12 فارغ میشن و نصاب مدارس دینی را میخوانند. بر از اونا هم امتحان جداگانه هستند که تحت نام امتحان مدارس دینی هستند. اونا هم فارغین صنف 12 هستند، سوالاشان بیشتر در بخش دینی می باشه. نوع چهارم امتحان کنکور 14 پاسان است که را به نام امتحان اختصاصی هم یاد میکنه. البته این هم برای کسایی است که اونا از انستیتوت های 2 ساله که مربوط به وزارت معارف میشه از اونجا فارغ شدن و بعد از اون میخواین که متوقی تحصیلاتش در یکی از پنجه ها مطابق به رشتهشان ادامه بده که از طریق اداره ملی امتحانات در همکاری با وزارت محترم تحصیلات عالی و پانتون های مربوطه برایشان فرم توزیع میشه و صنف 15 و 16 خود اینا میتونن اگر در این امتحان کامیاب شد در رشته های مربوطه در پانتون های مربوطه ادامه بدن. شاگردای عزیز، ما مراحل امتحان کنکور داریم. به صورت عموم امتحان کنکور که داوطلبان اشتراک میکنن 3 مرحله داره. یکی مرحله قبل از امتحان است، یعنی پیش از اینکه ما امتحان میتیم یک سلسله آمادگی ها و یک سلسله مسائل را باید انجام بدیم که در اینجا شماره‌وار بر شما او را نام میگیرم. مرحله اول آمادگی برای امتحان است که محصلین آمادگی ها را چی به شکل خصوصی، به شکل شخصی، در خانه، در مکتب، در کورس های آموزشی یا در هر جای یا به هر نحوی که آمادگی میگیرن. یعنی هدف اینجا درس خواندن و مطالعه کردن و آمادگی بر امتحان است. بعد از او مرحله ثبت نام برای شمولیت در امتحان است که اداره ملی امتحانات همه ساله از طریق وزارت معارف فرم های شمولیت امتحان کنکور به مکاتب و لیسه ها و حوزه های تعلیمی در مرکز و ولایات روان میکنه و فارغین صنف 12 در فرم ثبت نام میکنن، تمام شهرتشان درج میکنن و بعد از او طی مراحل و تاییدی فرم کنکور است که از طریق مکتب و از طریق ریاست معارف و وزارت معارف فرمهایشان تایید میشه، فراغتشان تایید میشه و فرمهایشان میایه به اداره ملی امتحانات. در مرحله چهارم تسلیمی تمام فرمه های داوطلبان به اداره مکتب یا اداره امتحانات هستند. 2 حالت است: دوستایی که از مکتب فرم میگیرند دوباره فرمش بعد از طی مراحل در مکتب تسلیم میکنن و دوستایی که از اداره ملی امتحانات برای امتحانات متفرقه یا سایر امتحانات فرم میگیرن اونا بعد از طی مراحل و تاییدی فرمشان توسط مکتب و وزارت معارف و ریاست های معارف اونا را به اداره ملی امتحانات به شعبه مربوطه تسلیم میکنن. بعد از او که فرم از اینا تسلیم شد، در قبل از امتحان بر از اینا کارت ساخته میشه در اداره ملی امتحانات و کارت های از اینا تنظیم شده به ریاست های معارف از طریق وزارت معارف و ریاست های معارف در ولایات به تمام مکاتب و لیسه ها ارسال میشه و اعلان میشه که داوطلبای اشتراک کننده در امتحان کنکور باید بیاین و کارت های امتحانشان بگیرن. داوطلبا مکلف هستند که اینا برن کارت امتحانش که در او محل امتحانش، تاریخ امتحانش و شهرت مکمل داوطلب که بعدا رویش صحبت میکنیم درد میباشه کارت خود اخذ میکنه. مرحله ششمش ثبت معلومات بایومتریک است. وقتی کارت میگیره اداره ملی امتحانات تیم های تکنیکی و بایومتریک شاید در 2 روز 3 روز قبل از امتحانات در ولایات مختلف ارسال میکنه و روان میکنن و توسط تیم برویت می کارت و اسناد دست داشته و تذکرهشان اینا بایومتریک میشه و همچنان دریافت کدرشته است که قبل از امتحان اینا کدرشته هایی را که اینا میخواد کدام پانتون ها و کدام دپارتمنت ها و رشته ها را بخونن کدرشته های خود دریافت میکنن و به می شکل رشته خود از قبل در نظر داشته می باشن که ما کدام پانتون کدام رشته را و کدام دپارتمنت یا پانزه میخوانیم یا پانتون خود انتخاب میکنه در کدام ولایت افغانستان به کدام پانتون افغانستان. مراحل دوم که از دوستای عزیز شاگردای محترم مرحله جریان امتحان است. زمانی که تاریخ امتحان در کارت مشخص میشه، بایومتریک تمام میشه، داوطلب با وقت معینش باید به محل امتحانش شوه حاضر شوه. این همون ساعت و وقت و جایی که برش مشخص شده قبل از شروع امتحان باید خود برسانه. دوم داشتن مواد و وسایل ضرورت امتحان مانند قلم و یا سایر چیزایی که در امتحان برش ضرورت میشه در روز امتحان حتمی با خود داشته باشن. بس اوقات دوستای ما در روزهای امتحان میاین اونا یک قلم با خود داشته می باشه یا اکثرشان قلم نداشته می باشن. زمانی که اینا وارد صحن امتحان میشن با یک نوع استرس و تشویش و پراگندگی مواجه میشن و بر خطا میشن.
خواهش میکنیم که دوستا به خاطر امتحانات باید خونسردی و آرامش داشته باشند، توکل بر الله داشته باشند و اعتماد به نفس داشته باشند، زحمت بکشند و درس بخوانند و آمادگی برای امتحان داشته باشند. زمانی که اینا در مرحله امتحان میاد با وقت معین باید بیاین، قلم و سایر امکاناتی که در روز امتحان نیاز است برای او را با خود باید داشته باشه. به می شکل کارت امتحانی که برای اینا داده شده از قبل و در او بایومتریک شده ایره با خود داشته باشه، اصل کارت. به می شکل وسایل الکترونیکی که برای اینا اجازه ورود به صحن امتحان داده نمیشه اونا را با خود نبیاره و سوالاتشان در جریان امتحان مطابق به راهنمود باید چی بکنن، حل بکنن، رشتهشان مطابق به راهنمود انتخاب بکنن و در ختم امتحان تمام اسناد و اسناد مربوط به امتحان کنکور از قبیل کتابچه سوالات، ورق جوابات و کارت امتحان به شکل منظم و بدون تغییر و پارشدگی و یا قلم خوردگی به استاد ممتحن تسلیم بکنن. این مراحل جریان امتحان است که بعدا هم روی ازی صحبت میشه. مرحله بعد از ختم امتحان، زمانی که در سراسر کشور امتحانات توسط اداره ملی امتحانات توسط تیم های علمی و تکنیکی عکس میشه، بعد از او اعلان نتایج است که نتایج اعلان میشه، در سایت اپلود میشه و داوطلبا و شاگردای عزیز بر اساس مو آیدی نمبری که اینا دارن که در کارتشان بعدا او را تشریح میکنیم میرن روی مو لینک مربوطه و نتایج خود میبینن. بعد از او از کامیابی مرحله ثبت نام در پانتون ها شروع میشه که مراحل بعد از امتحان از پانتون های مربوطه در تفاهم و همکاری با وزارت تحصیلات عالی وقت امتحان ثبت نام اعلان میکنه. بعد از او داوطلبایی که اگر مشکل داشته باشند در نتایج امتحانشان، ثبت شکایت برشان از طرف اداره ملی امتحانات مشخص میشه که در وقت تعیین شده و با پروسیجر تعیین شده که از طریق اداره امتحانات مشخص میشه، اینا شکایت های خود باید